ضمن سفر کره اجراکننده وظیفه رئیس شهر شریفجان جمعه‌زاده به جماعت دیهاتی وارخ در بینای قصر فرهنگ دهه از جانب اجراکننده وظیفه رئیس شهر قبول شهروندان صورت گرفت که در جریان آن بیش از 23 نفر ساکنان باید به حل مشکلات خویش به شهردار اسفره مراجعت نمودند. قبل از بررسی مسائل شهروندان، اجراکننده وظیفه رئیس شهر شریفجان جمعه‌زاده ذکر داشت که قبول شهروندان در پرتو سیاست مردم پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده. هدف آن بررسی مسائل مهم ساکنان و حل سریع آنها می باشد. باعث ذکر است که در روند قبول ساکنان دهه به شهردار اسفره در ارتباط با مسائل تأمینات با قطعه‌های زمین نزد حوالگی، سهم زمین، تأسیس آثارخانه کشورشناسی و مرکز خدمترسانی بنیاد کودکستان، معماهای عائلوی، کمک مادی و مالیوی و دیگر مشکلات اجتماعی و معیشی تکلیف و درخواست‌هایشان را بیان داشتند. اجراکننده وظیفه رئیس شهر اسفره شریفجان جمعه‌زاده هر یک مراجعت را با دقت جدی شنیده و وابسته به مسائل مطرح گردیده توضیحات حقوقی و عملی پیشنهاد نمود. برخی از مراجعت‌ها در روند قبول حل و فصل گردیده. برای حل مسائل دیگر به راهبران ساختارهای داخلدار شهر، جماعت و اداره‌های مربوطه دستور و سفارش‌های مشخص داده شدند. ضمن قبول شهروندان تاکید گردید که بررسی سریع و عادلانه مراجعت‌های شهروندان یکی از وظیفه‌های اساسی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی به شمار می‌رود. سرور شهر ذکر نمود که راهبریت به هر یک مشکل مردم بی‌طرف نیست و حل آنها در دایره قانونگذاری عمل کننده زیر نظارت دائمی قرار دارد. همچنین به مسئولین سفارش داده شد که رفت اجرای قرارها و سفارش‌های داده شده را سریع وقت تأمین نموده باید به نتیجه‌ها و مقامات شهر حسابات پیشنهاد نمایند. تاکید کرده شد که در فعالیت مقامات محلی شفافیت، مسئولیت و خدمت به مردم باید در جای اول قرار داشته باشد.